سپاس خداوند را. عیسی شگفت انگیز. خداوند توانا. او نجات دهنده من است. او استاد است. عیسی خداست. عیسی چگونه ادعا کرد؟ این مسیح است. ریوم است. روت رهبری مرگ نامکار را بر عهده گرفت. کتاب مقدس میگوید که او کیست؟ موضوع کریستو آرانانا است. بی اعتبار شده است. کتاب مقدس در مورد عیسی چه میگوید؟ اولین، او خدای جسمانی است. ثانیاً، او خدا در جسم عیسی است. سپاس خداوند را. او خدا در جسم عیسی است. جز چطور؟ 10 سال گذشت. من و پدر یکی هستیم. نان و پیدا یکی هستند. پدر و مادر یکی می شود. در اولین نگاه به نظر می رسید که این پروردگار بزرگ ادعای خدا بودن دارد. با این حال به یهودیان نگاه کن. واکنش به اظهارات او. وقتی به آنها نگاه می کنیم یک نگاه ندارند. این خداست. اواکاشا استدلال است. من اینطور فکر نمی کنم. آنها هستند. خودش را دروغگو خواند. آنیاری آیشینا آنهیاری کیانتانا ایشی پارابادا کاراکاتا آنهیاری کیانتانا پاشیاشی دیاماکاتا. آنیا آسیاندانا پاراسادابانا دیگامانانانا آواگاشاوادامای ایهانتانامانانان چالکی نانیواراکا آریام بایبالی وایکنداراکم وایکاتاراکا آلاریام آریام ایسیوادیامانا. آیات زیر. عیسی هرگز یهودیان را اصلاح نکرد. سعی کنید او را روشن کنید. بیانیه نما بیبلی ویکندارکم ویکتارکم. شماره هوا او واقعا مدعی برابری با خدا بود.
دالیانیا موتیکوتون گنانمو. جسه پمه وات هیم پول. والفارز. مرگ. آساتیتا تاتیلای کوراچی ایشیوا آواگاشاپاتینا. ساتا چیمانا نیا نینگالوتی پاراینانو ایشیوا آراپاریانا. Sata Didapatna. آواگاشاپاتینا. آواگاشاپاتینا. پارایانا. فصل اول سیت دتتفن می پرکنه. ما میگوییم کلمه خدا بود. در یک زوج با جان 14. میگوییم کلمه گوشت میشود. یشو جاداتون اولا. یک جاداتیل آوادارامایی وانا. جاداتیل دیوام آنانا. Alla bibel matasugenically, yuanan onintu ona vajanan divam aranu. اینو پارینو. و جانام جادامای تورنو انو. پاراینو آپا یوهانان اونیتا پوبانالیلوم. اتو پودونو. توماس را میشناسی. شاگرد به خداوند من عیسی را اعلام کرد. و خدای من. جان 20-28 ایل نام مالا وای کننو. پس عیسی او را اصلاح نمی کند. سیشینایا توماس. اشونودو پارایی آنام. خدای من. و من. خداوند. یوحنان 28. به قول توماس عیسی او را اصلاح نکرد. توماس عیسی درست نکرد. توماس عیسی رسول تصحیح نکرد. پولس رسول عیسی را به عنوان خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح توصیف کرد. در تیتوس 2:13 پولس رسول. عیسی خدای بزرگ ماست. و نجات دهنده عیسی مسیح تیتوس 2:13. پترس رسول همان دعوتی را که شما می‌دانید میگوید. عیسی خدا و نجات دهنده ما. به پیتر 1. پس رسول پتروس و عیسی خدا و نجات دهنده ماست. پس خدا پدر گواهان هویت عیسی نیز ظاهر می شود. اما در مورد پسر او می گوید تاج و تخت خدای شما جاودانه خواهد ماند. عصای عدالت عصای پادشاهی شما خواهد بود. عبری فصل 1:8. مزمور 45. پیشگویی ها این گونه هستند. بسیاری از مردم آن را می‌خوانند. نام زیرا زندان 200-385 پرچم آزادی برای آزادی من شنیدم که است. یک اصلا این هرمی از قوانین آزادی از بس تا سقوط است. اولین است. شریعت مسیح. به عبارت دیگر قانون. مانترا راخی اکسید. پس اولاشا. برو ری. عشق.
گوشت گوشت. برو. در آن کتاب باستانی بالا در کوه. اشکارستوانه. بالا. پیرمرد. خدایا پس عیسی بدترین دروغگو است. از هر نظر غیر قابل اعتماد. همانطور که او اخباری برای ارتباط دارد. بله، شما انجام می دهید. دوستت دارم. دوستت دارم. آن را به حرکت. آن را به پول. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. اگر عیسی خدا نیست، سپس پوسترها نیز دروغگو بودند. بله، شما انجام می دهید. اگر عیسی خدا نیست، پوسترها نیز دروغگو بودند. زیرا همه آنها معتقدند که عیسی خداست. پس خود خدا مجبور شد وارد شود. جهان به عنوان یک انسان. اشعیا باب 49 آیه 7 چه میگوید؟ اشعیا است. یک مسیحا. یک قدیس. اشعیا باب 49 آیه 7 میگوید. قولی در آنجا داده شده است، در آنجا پیشگویی شده است. خدا باش، عیسی باید خدا باشد. هیچ کس روی زمین نیست. دست. درست پیش خدا همه نه. پس خدایی که مزمور فصل 53 را میگوید. مزمور فصل 143 آمد. برای ورود به جهان به عنوان یک انسان. پس اگر عیسی خدا نیست، مرگ او بود. میدونی کافی نیست. تاوان گناه تمام دنیا را بپردازد. 1 جان 2:22. اگر عیسی خدا نیست، مرگ او برای پرداخت مجازات گناه تمام جهان کافی نبود. 1 جان 2:22. پس فقط خدا خودش می توانست فراهم کند. فداکاری بی نهایت و با ارزش ابدی. رومیان فصل 5 و 2. قرنتیان فصل 5 21. بنابراین فقط خدا می تواند قربانی های بی نهایت و با ارزش ابدی ارائه کند. رومیان فصل 5 و 2. قرنتیان فصل 5 21. پس خداوند تنها نجات دهنده است. اشعیا باب 13. 1 تیموتائوس باب 2:3. اگر قرار است عیسی نجات دهنده باشد، پس او باید خدا باشد. سپاس خداوند را. تو فوق‌العاده عیسی، تو خدای توانا هستی. عاشقتم مسیح. در حالی که عیسی به من گوش میداد، دختری را بوسید. او باید خدا باشد. او یک خدای قدرتمند است. خدای فوق‌العاده است. خدای فوق‌العاده توانا. ممنون عیسی جان. خدا فقط نجات دهنده است. اشعیا باب 13. 1 تیموتائوس فصل 2:3. اگر قرار است عیسی نجات دهنده باشد، پس او باید خدا باشد. او خداست. به همین دلیل او باید ناجی باشد. چون او ناجی است، باید خدا باشد. پس عیسی باید هم خدا و هم انسان باشد. سپاس خداوند را. عیسی باید خدا باشد و انسان. به عنوان یک خدا، عیسی می توانست راضی کند. در دنیای خدا، در پیشگاه خداوند، عیسی می تواند خشم خدا را ارضا کند. سپاس خداوند را.
مرد ایسی توانایی مردن را داشت. ایسی به عنوان یک خدا، انسان، میانجی کامل بین آسمان و زمین است. ایسی به عنوان یک خدا، انسان، میانجی کامل بین آسمان و زمین است. یک تیموتائوس فصل 5. سپاس خداوند را. در تیموتائوس فصل 5. بنابراین نجات تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح در دسترس است. بنابراین نجات تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح در دسترس است. اگر می‌خواهید برای همیشه بروید، همانطور که او اعلام کرد: من راه و حقیقت و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. جان 14:6. سپاس خداوند را. جان 14:6 یعنی چه؟ سپاس خداوند را. عیسی به او گفت: من راه و حقیقت هستم و زندگی. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. سپاس خداوند را. رستگاری فقط از طریق در دسترس است. ایمان در عیسی مسیح. اگر عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید، 1 دقیقه دعا کنید. پروردگارا، از قلب من عبور کن. من تو را قبول دارم. تو نجات دهنده من هستی. تو استاد من هستی. سپاس خداوند را. وقتی خداوند به قلب شما بیاید، نجات خواهید یافت. چون او عیسی است. او خداست. سپاس خداوند را. ایمان داشتن. شما منابع کتاب مقدس زیادی را خواندید. عیسی خداست. من به شما گفتم که تمام مراجع کتاب مقدس را بخوانید. عیسی خداست. 1 دقیقه دعا کن. خداوند را ستایش کن. خواندن. من به نام عیسی شفا می‌دهم. من به نام عیسی دعا می‌کنم. بذار همین الان شفا بگیرم. پروردگار سردرد را شفا می‌دهد. او میگن را به نام عیسی شفا می‌دهد. من همین الان به شما دستور می‌دهم. همه سردردها، همه میگرن‌ها یا تنش‌ها یا استرس‌ها یا افسردگی‌ها، همین الان آنها را به نام عیسی ریختم. اکنون می‌توانم ببینم که برخی از بیماران سرطانی به نام عیسی شفا می‌یابند. سرطان به نام عیسی شفا یافت. سپاس خداوند را. 1 نفر در حال شفاست. سرطان به نام عیسی مورد سرزنش قرار می‌گیرد. سپاس خداوند را. ممنونم عیسی خدا. همه شما را حفظ کند.